باراک اوباما صحبت‌های جالبی در مورد توافق جدید ایران و آمریکا کرده. خب اینجا مجری بهش میگه You spent a lot of time wrestling شما خیلی زمان صرف کردید. اینجا رسلینگ معنی کشتی نمیده، معنی کلنجار رفتن میده. with the threat of a nuclear Iran. با تهدید ایرانی هسته‌ای. How do you think things are being handled right now there? فکر میکنید الان اوضاع چجوریه؟ الان چجوری داره مدیریت میشه؟ اولش میگه I'm hopeful that امیدوارم که bombing stops بمباران‌ها متوقف بشه and ordinary people و مردم عادی ordinary people are no longer suffering as a consequence of the war. به عنوان پیامدی از جنگ در رنج و عذاب نباشن. اما در ادامه یه نکته جالب رو میگه. It is doubtful that It is doubtful that این بعیده که any agreement that arises هر توافقی که حاصل بشه is going to be significantly different خیلی متفاوت باشه از the deal that we had in the first place. توافقی که ما همون اول کار انجام دادیم. The United States pulled out of it. The United States pulled out of it. یعنی آمریکا ازش خارج شد. این پیجم حتما دنبال کن چون من انگلیسی واقعی رو بهت یاد میدم نه چیزی که تو کتابا هست.